سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود رافائیلای عجایبات با لذت تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 100-120 گرم مسله یا که مارگارین در حرارت خانه باشد ملایم، 200-220 گرم آرد، 2 دانه زردی تخم، وانیلینی ساخر، 4-5 قاشق شکر و برای داخلش باشد مویز و چهارمغز لازم است. این محصولات ها برای تیار کردن رافائیلای ما لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکه و آبرودیه نه مارگارین ملایم ما گرفتیم در حرارت خانه باشه. نه شکر همراه کرده با میکسر خوش رو لب میزنیم. اگر ساخر پودره باشد میتونید با وینچکم لب زنید، با میکسر لب زنید، با شکرش خوش رو آب میشید. بسم الله من یک 2 دقیقه لب زدیم. من وانیلینی ساخر و 2 دانه زردی تخمامه همراه کرده. بار دیگر همشه خوش رو لب میزنیم. من همه محصولاتم خوش رو لب زدیم. میتونید خیلی با وینچکم لب زنید، برای کارمان آسان شده. من با میکسر لب زدم. من آرده همراه کرده خوش رو خمیر میکنیم. ما بر از رخلیتی ساده یگانچه لازم نیست برای آنکه خمیر ما پیساچنی بیاد. من خمیری ما هم تیار شد. من نگاه کنید چه روغنینی جای بود آمد. ما خمیر ما در 15 دقیقه خالدیلنیک به نگاه میداریم، بعد تیار میکنیم. من خمیری ما هم دم گرفت. ما کوی نه گرفته یک لباش گرفته کلوچه میکنیم. میتونید کلانتر کنید، خواهید میده تر کنید. نه یک دانه نه چهارمغز و مویزه ما بنش مونده کلولا میکنیم. همش همین طور میچینیم لیست با خمیرش به حد با لذت از سبب خمیرش روغنین و با زردی تخم کریم به حد با لذت میبیاد. درونش به یگانچی نکنیده میشه. دیم با مدت 15-20 دقیقه به 200 درجه پخته میشه. من پیچنی رافائیل ما هم تیار شد. از سبب روغنین بودنش همین طور تیار میشه. ما رنگش به حد سرخی به نور نمیکنیم. نه پشتش چخیل آمد. من درونش شکستم بینیم. من با چهارمغز و مویز چخیل من خمیرش ریزانک و پیچنیامه آرامیتیم. برای آرایشش به ما کاکاو و ستروشکا و سوگوشانه ملکا لازم است. اگر سوگوشانه ملکا نباشد میتونید جاشبه قیام استفاده برید. شکر و آب جوشانده خیلی استفاده بریده میشه. نما سوگوشانه ملکا به زده همه جوشه کاکاو و ستروشکا میکنیم. چخه آمد همشه همینطور سفید میکنیم. بیاد خوش رو میقپد سوگوشانه ملکا که چگونه میبینید رافائیلای ما هم تیار شد. بیاد بوی خوش رو میکند با کاکاس. چریز کریم بینی. بسم الله. خمیراش چخیل پیساچنی ایجایم بود. نزدیکان خود تیار کنید. کانالی ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه.